دخترها شما مانند اینی چاکلیت هستین. اگر من این چاکلیت باز بکنم در اونو گوشه بگذارم 10 دقیقه بعد 10 تا 15 تا مرچه یک 20 تا مگس در گرد جمع میشه. اگر میره به همین حالت بسته موجه بگذارم نه مگس به طرف ازی میایه و نه مرچه. پس شما لطفا خواهش میکنم مثل همین چاکلیت باشین که یک روزی صاحبش بیایه پول پرداخت بکنه و ایره با خود به خانه ببره و بازش بکنه و همراه چای نوش جان بکنه. پس تمام چیز شما مربوط شوهرای شما میشه، همین بدنتان، جسمتان، کل چیزتان. لطفا همین گونه مانند همین چاکلیت بمانید. امروزه میبینیم که عکس و فیلم دخترای همین افغان اینقدر زیاد شده، دمی گروه ها پست شده رایست، شیر شده رایست، حتی عکسای لطفشون، حتی فیلم های بیادر برهنگیشون که با هم دیگر یعنی همخوابی میکنه، سکس میکنه در روی تخت. با خدا شرمم میایه که من میگه پارا به زبان یاد کنم و بیایم بگویم. و این بچه هایی که شما میبینین به خدا قسم اینا همراهتان رو روسینه میکنه، اینا وقت خدا ضایع میکنه، اینا به خاطر شهوت و چیزای مورد نیاز خودش از ما سوء استفاده میکنه. باور به خدا بکنه. این کسایی که در این صفحات مجازی میبینی و دست به دست میگرده و اینا بیادر یکی از جا ولگه که به خدا برایتان ازدواج بکنه، با کارهای از جای چیزای از جا بازی نکنه. دیدی که فیلمشان برآمد، یعنی رقمی هر روز زیادتر شده، روز ما زیادتر میبینیم از آدم را. بازنی بچه ها که هست برای علیه خودتون مو عکس‌ها و فیلمایی که از شما میگیره برای علیه خودتون باز روزی استفاده میکنه. اگر شما اونها را رها کردین، اگر رفتین با دیگه کس ازدواج کردین یا وارد رابطه شدین، با اینا پخش و نشر میکنه. پس چرا شما از اول خودتون را کنترل کرده نروین وارد رابطه با کسی تا زمانی که یک کسی بیاید؟ ما گفتم که چاکلیت مثال براتون دادم که بیاید همراه شما مثلا ازدواج بکنه. و این بچه ها را میگم پیام آخرم به بچه هاست. سعی کو بیادرای عزیز، من و شما ها سوره زلزله را یاد داریم، هر روز در نمازهای ما را میخوانیم، مگر رو آیه را فراموش کردیم که پروردگار عالمیان میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که در دنیا به اندازه یک گرد هم اگر خیرش به کسی رسیده باشه پاداش شده و آخرت میبینه، اگر شرش هم به مردم رسیده باشه در آخرت پاداش میبینه. این عکس و فیلم های مردمه که شما میگیرین، این بی‌حیثیتی و بی‌عفتی که مردم شما میکنین، فکر میکنین که فردا شما جواب نمیتین؟ با والله قسم که جواب میتین. سری اخبارتون میاد، سری مادرتون میاد، لطفاً گروه نسازین، لطفاً بیادر عکس ها را پخش و نشر نکنین. سر نمی موضوعات ها را که دیدین بیادر پرده کش کنین که خداوند پرده تانا بکنه. نکنین مردم ها را بی عزت، نکنین بی عفت. فیلم از هر کسی که باشه، از هر نفری که باشه نکنین. با والله قسم اینا دخترها، اگه یه حرفی مرا شنیدی ویدیو دستت آمد و این کار را کردی ولی بازم تو قی نفرید گپ زدی، شو بیادر گپ زدی یا مثلا کدام کار کردی، باز اون هر چیزی که شد دیگه با نگویی که نگفته بودی. این حالی ما چاکلیت الا کرده قیچای میخوریم. بره خداحافظتون.